اوکی، شروع کنیم ازم. خب ببین، این درسایی که من میدم بهشون میگن الهیات سیستماتیک. یعنی ما داریم از خدا شروع کردیم و داریم یواش یواش جلو میریم. نه دفعه پیش به جایی رسیده بودیم که چجوری شاگرد سازی کنیم و شاگردان چطوری رسول شدن، چجوری باید رشد کنیم توی اون بخش. حالا بیایم ببینیم مثلا کلیسا چیه. کلیسا اجتماع افراد واقعی که ایمان دارن که برای همیشه در این جمع خواهند بود، خب، یا این جمع خواهد بود. خود عیسی مسیح مردم خودشون میخونه، به قلب‌ها رو نرم میکنه، مردم رو به یه دلیلی میاره به این جمع وصلشون میکنه و کلیسای خودش رو مسیح میسازه. در قرن، حالا ببینیم کلمه کلیسا از کجا ریشه میگیره. در قرن چهارم، حدود 330 سال قبل از میلاد مسیح، قانون اساسی نوشته میشه توسط ارسطو برای شهر آتن، خب، که صحبت از یک تجمع میکنه، یک مجلس میکنه. این مجلس اصلی حکومتی بود تو یونان که سیاست شهر رو جلو میبرد. ژنرال ها رو انتخاب میکردن، قضات رو انتخاب میکردن، اعلان جنگ میدادن یا معاهدات صلح مینوشتن یا هم جمع‌آوری کمک های مالی. این کار اون جمعی بود که مسئولیت داشت و این جمع رو یا اسمش رو بذاریم مجلس رو اولین بار میگن ممکنه توسط ارسطو نوشته شده باشه. خب حالا بیایم ببینیم کلمه کلیسا. اکثر ترجمه های انگلیسی عهد جدید رو اگه نگاه کنی از کلمه کلیسا استفاده میشه، نه؟ که تو متن اصلی یونان باستان کلمه کلیسا نوشته شد. کلیسا به معنی مجلسه یا یه جامعه ایه و یه معنی هم داره به معنای فراخوندگی. خب معمولاً این مجلس برای افرادی یا گروهی که فراخوانده شدن برای یک مسئولیتی. حتی توی اون مجلسی که توی یونان بوده، تک تک افرادی که می اومدن برای یک مسئولیتی اومده بودن. کلیسا اگه نگاه کنیم به یونانی نوشته اکلیژیا، نه؟ ما ژ نداریم یا ش اگه نداریم، به جای ژ یا ش اگه سه بذاریم میشه کلیسا. پس کلمه کلیسایی که ما توی فارسی استفاده میکنیم کلمه یونانیه. خب ریشش از اکلیژیا میاد. معنیش اینه که یه عده‌ای دور هم جمع میشن، خدا رو میپرستن. خدا رو میپرستن و برای یه هدفی اومدن، یعنی فقط متحد. آره. حالا اونا رو بعداً صحبت میکنیم چه هدفهایی هست توی کلیسا. بیایم تاریخ مسیحیت رو کلیسا رو بخونیم. متی 16:18 میگه من نیز میگویم که تویی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و دروازه‌های حاویه بر آن استیلا نخواهد یافت. اوکی. پس از به پتروس اینو میگه تو پایه کلیسا خواهی بود. اگه یادتون باشه گفتم کشور اسرائیل الان اون موقع دو قسمت بود، پایینش یهودیه بود، بالا شمال اسرائیل بود. کلیسای مسیحی تو یهودیه روم در قرن اول تشکیل میگیره، یعنی تو قسمت جنوب اسرائیل کنونی، که این کلیسا بر پایه درسایی بوده که مسیح یاد داده بود و جایی بود که اولین بار شاگردانش رو دور خودش جمع میکنه. شاگردان بعداً به مسیحیان معروف میشن. اول به اونا راه میگفتن، اینا افراد راهن. چرا؟ مسیح میگفت من راه و راستی هستم و اینا چون که به دنبال مسیح میرفتن به اینا میگفتن افراد راه. بعدها اینا معروف میشن به مسیحیان. طبق کلام مسیح به اینا میگه برین و تمام دنیا رو تعلیم بدین، در تمام دنیا. پس برای اکثر مسیحیان اولین بار که جشن پنتیکاست رو میگیرن روز تولد کلیساست، روزی که روح القدس بر شاگردان نازل میشه، پر از روح میشن و شروع میکنن به کار کردن.
اون روز جشن پنتکاست برای روز شروع یا تولد کلیسا جشن میگیره، کلیسای مسیحی. خب این شروع کلیسا بود. حالا بیایم تاریخش رو ببینیم چیه. تاریخ کلیسا چیه اصلا؟ کلیسا به تدریج در تمام امپراتوری روم شروع کرد به رشد کردن. خب من باز میگم یه کلاسی میذارم، یا با هم دیگه باشیم ضبطش نکنیم یا میخواین ضبطش کنیم. هم ترتیب شجره‌نامه انجیل رو بهتون میگم که چه شکل، نه خود انجیل کتابش بلکه افرادی که توی انجیل نوشته شدن چه شکلی بوده، از آدم و حوا تا تولد مسیح چه امپراتوریایی بودن، چه نقشایی داشتن توی این چارچوب. و امپراتوری روم میگن یکی از طولانی ترین امپراتوریا بوده. بعد از فکر کنم اول آسوریا امپراتورشون خیلی طول کشید، بعد رومیان که بعد نگاش میکنیم، ولی بزرگترین امپراتوری ایران بوده. این کلیسا که ترویج پیدا میکنه تو تمام امپراتوری روم، مؤسسات بزرگی رو که توی اورشلیم بودن یا جاهای دیگه، انطاکیه و ادسا که جزو شهرهای اصلی ترکیه بودن، رشد میکنه. وقتی رشد میکنه مقامات رومی از این خوششون نمیاد، شروع میکنن اینا رو اذیت کردن، کشتن، آزار و اذیت دادن. پس کلیسا چرا اذیتشون میکردن؟ برای اینکه قربانی نمیدادن به خدایان رومی. گفتم ما یه خدا داریم، ما قربانی به خدایان زمینی نمیدیم. پس کلیسا در امپراتوری روم شروع میکنه قانونی شدن بعد از یه مدتی. توسط کی؟ توسط کانستانتین، امپراتور کانستانتین در قرن 313 قبل از میلاد، بعد از میلاد 313. این تاریخ ها رو بعداً من میگم نشون میدم که ببینیم چه اتفاقاتی میفته توی این تاریخ، اگه علاقه داشته باشین. اگه نه همین میتونیم بس کنیم به این. گفتم 313 قانونی میشه تو امپراتوری روم. یه جایی بود توی ترکیه، میگم اون موقع ترکیه الان نبود، بهش میگفتن آسیای کوچک اون موقع ها، پر از ارمنی و یونانی و آسوری بود اون موقع ها. آیا قبیله های دیگه هم بودن؟ آره، همیشه همه جا قبیله ها بودن، ولی عمدتا افرادی که اون موقع اون قسمت خاورمیانه رو و مسیحیت رو رشد میدادن این افراد بودن. یه شهری تو ترکیه هست به اسم ازنک، نمیدونم شنیدینش یا نه، به این نسین میگن. تو اون شهر یه اعتقادنامه نوشته میشه توسط تمام اسقف‌های دنیا که جمع میشن. این بهش میگن اعتقادنامه نسین. توی اون نوشته میشه که مسیحیان به خدا، پدر، پسر و روح القدس ایمان دارن. خب در سال 380 امپراتوری روم رسما این نسخه رو اعلام میکنه. پس 313 مسیحیت رو قبول میکنن، 380 رسما پدر، پسر، روح القدس یا تثلیث رو قبول میکنن. یه عهدنامه‌ای توی نیس نوشته میشه. آره. خب آخرین امپراتور روم اسمش بود تئودوسیوس، اگه درست بگمش، تئودوسیوس، حکم میکنه که تمام پیروان مسیحیت به تثلیث ایمان دارن. اینو رسمی میدونه. خب و بهش میگه مسیحیان کاتولیک. کاتولیک خودش یعنی جهانی، یعنی در سراسر دنیا. وقتی میگه مسیحیان کاتولیک یعنی مسیحیان دنیا، با این که اسم کاتولیک کلیساها فرق میکنه اون موقع. و این کلیسایی که عکسشو من گذاشتم اونجا توی کوها، سال 363 بنا شده. میدونین این کجاست؟ ترکیه. شمال غربی عراق. اگه بریم ببینیمش، الان هم هست؟ یک ابهتی داره. آدم وقتی میره اونجا همینطوری فقط میخوای بهش نگاه کن. شهر نینوا. همونی که گفتیم میخواستن خرابش بکنن. نرسیدم به این، تا پایین این رسیدم.
یکی بعدن اگه عکس ازش داشتیم میذاریم آره. ببینیم. خیلی ابهت داره، هنوزم 363 هفته میره این مونده همینجوری. همونطوری مونده. البته روش ساختن بازم، ولی دیوارهای اصلیشو تا حدی نگه داشتن ولی روش بازسازی شده. منظورم اینه که اینا آثارهای تاریخیه که نشون میده مسیحیت تو اون منطقه داشته رشد میکرده. 380 روم از میگه اینا وجود داشتن، ولی این 363 بوده، یعنی قبل از امپراتوری روم بگه من رسمی میشناسم، اینا اوردی مسیحیت در حال رشد بوده توسط شاگردان مسیح. چه اتفاقی میفته توی کلیسا؟ در قرن نهم بعد از اسلام، شروع اسلام، یه انشعاب خیلی بزرگی تو کلیسا میفته. اون موقع کلیساها همه ارتدوکس بودن، پدر پسر روح القدس. اینا یه پوپ داشتن، یه اسقف بزرگ. به پوپ نمیدم چی میگیم ما، رهبر روحانی بزرگ تمام کلیساها. این تصمیم میگیره برای خودش یه چیز بمیسه، اصول بمیسه. ارتدوکس بوده؟ آره. یه آیین‌نامه متفاوتی میخواد بمیسه که تفاوتش در پدر پسر روح القدس بود، که روح القدس کجا جا میگیره، در حالی که ارتدوکس میگه این سه تا خدا هستن. این یه ذره میاد تفاوت میذاره و برای خودش یه انشعاب بزرگی میکنه. قرن نهم اسمشو میذاره کاتولیک. که بعداً میخونیم چرا انشعاب در کلیسا گناهه. فقط به چند تا دلیل بسیار مشخص تو میتونی انشعاب کنی، یا جدا بشی یا بری از یک کلیسا. پس به این میگن انشعاب بزرگ که کاتولیک رو از ارتدوکس جدا میکنه. اصول ارتدوکس کجاها بسیار رواج داشت، هنوزم داره؟ یونان، ارمنستان، مصر، روسیه اسم نه؟ Russian Orthodox، Greek Orthodox، Armenian Orthodox، اینا اصلا مشهور هستن. و بخشی از بین النهرین که مسیح آسوریا بودن، یه قسمتشون میشن همونطوری ارتدوکس میمونن. بعد اصول کاتولیک کجا رشد میکنه؟ رخنه میکنه توی اروپا که یواش یواش داشت کشوراش شکل میگرفتن، و آسیا مثلا اگه برین توی فیلیپین همه کاتولیکن، و آفریقا میرن، و بخشی باز از بیت النهرین که برین باز میگم توی بیت النهرین یا عراق الان آسوریا دو قسمتن، یا کاتولیک رومن یا ارتدوکسن، دو قسمت شدن. اصلا کاتولیک اصلا از اول ارتدوکس فقط بوده، اینا شاخه کن. اعتقادشون فرمودید چی بوده؟ فرقشون بین تثلیثه. روح القدس پدر و پسر و روح القدس نیست؟ پدر پسر روح القدس، ولی آیا روح القدس پایین ایناست کنار ایناست در یه سطحن؟ یه بحثاییه که ترجیح میدم نریم توش، برای اینکه یک بحث بسیار عمیقیه این. و خود وقتی پسر رفت به آسمان روح القدس اومد دیگه، این آره. اعتقادشون این نیست؟ چرا؟ اعتقادشون در سطح قدرتشونه. پدر قدرت میگن یکی هستن، ولی خب خدا قدرت اصلیه. ببین وقتی صلیب میکشن میگن خدا پدر پسر، پدر پسر روح القدس. خدا بالاست، این یکی ها پایینن برای کارهایی که میکنن یا هر چی که صحبتایی یا هر بحثایی که اینا دارن، و من نمیخوام توی اون برم، برای اینکه این بحثا خیلی عمیقه و بزرگان مسیحیت همیشه در حال مطالعه هستن. فقط بدونیم سطحی که یه اختلافی در اون بحث هست. واقعیتی که قبول داریم اینه که همه یه قدرت داره. یعنی شما قبول نمی‌کنید کاتولیک رو از نظرش؟ نه. وقت پروتستان چی؟ الان اجازه بدین اینا رو توضیح بدم بعدم میگم. خب پس این انشعاب بزرگ در قرن چندم گفتم؟ نهم میشه ارتدوکس و کاتولیک. الان هم توی دنیا این دوتا خیلی بزرگن. خب ولی یه چیزی یادتون باشه، اگه بریم به کلیساهای ارتدوکس یا کاتولیک، رسم و رسومات مخصوص هست. مثلا کشیشه کلاهای بزرگ سیاه میذاره، لباسهای سیاه، بعد آوازهایی میخونه کشیشه، یا کندر بو میکنن تو کلیساها.
یه سری رسمایی مثلا مردم میرن انگشتر پاپ رو میبوسن و اینا. علتش اینه که امپراتوری یونان یا تفکر یونان اون موقع و تفکر امپراتوری روم روی این کلیسا تاثیر گذاشته بود، وگرنه این اون چیزی نبود که مسیح کرد. مسیح رفت پاها رو شست، نگفت انگشتر منو ببوسین، پای منو ببوسین. و این رسم مدل امپراتوری رخنه کرد توی کلیساها متاسفانه. در قرن 14 چه اتفاقی افتاد؟ کسی به اسم لوتر مارتین لوتر آره گفت ما اصلاحات لازم داریم. هرچی این کلام رو خون، خودش یه راهب بود و استاد دانشگاه بود، 95 پایان نامه خودش رو روی در کلیسای ویتنبرگ میزنه. این کلیسای ویتنبرگ آلمان اگه بریم ببینین با میخ میزنه، 95 تا پایان نامش رو میزنه و تو این این یک جنبش پروتستان شروع میشه. پروتستان یعنی پروتست، یعنی اعتراض کردن، و جنبش پروتستان شروع میشه. ما ریشمون از اون میگیره. خب اون استدلالش این بود که باید کلیسا اصلاح بشه، پول نباید به پاپ داده بشه، پاپ پولدار بشه یا اسقفا پولدار بشن، این کمک ها باید به مردم، کتاب رو باید مردم خودشون انجیل رو بخونن، نه فقط به کشیش و اسقف و پاپ و اینا گوش بدن. باید برای همینه دست کسی را نباید بوسید، بهشت نخرن. آره برای همینه ما همیشه تو این کلیسا میگیم خودتون کتاب رو بخونید، من تخم رو دارم میکارم، خودتون باید بریم مطالعه کنید. شاید من یه جور اشتباه کردم، خب و انسان چون که گناهکاره ممکنه یه کشیشی باشه که داره سوء استفاده میکنه، ما نمیدونیم. برای همین آگاهی کلامی خیلی مهمه. و یه صحبت دیگه ای میگفتش که خدا فقط گناهان ما رو میبخشه، نه پاپ نه اسقف. اگه برین نگاه کنین بعضی از این فیلم ها رو، مردم هفته یه بار میرن توی اتاقی توی کلیساهای کاتولیک، خدایا چی میگن، کشیش من این هفته گناه کردم، این کارو کردم منو ببخش. میگه برو گناهان تو بخشیده شد. اون گناه نمیبخشه، گناه رو خدا میبخشه. و برای همین لوتر میگه لازمه بخشیدن گناهان ما فقط از خداست و ایمان آوردن به اون. خب حالا پروتستان چی میشه؟ از پروتستان کلیساهای دیگه شکل میگیره، همه‌شون پایه هاشون یکیه ها، ولی مثلا تعریفی که راجع به زبان ها میکنن یه ذره فرق میکنه. بعضی ها ایمان دارن روح القدس وقتی در تو میریزه مثلا تو میتونی قش کنی، که ما کلیسای ما اینو قبول نداره. و این تفاوت های خیلی کوچیکی بین اینا هست. یا رسم و رسوم هایی که میبینین، مثلا نه پروتستان، کلیسای انجیلی ما تقریبا انجیلی هستیم، بپتیست چرچیم ولی انجیلی هستیم. ما ایمان داریم که کسی که اول باید توبه کنی، بعد غسل تعمید بگیری و اون موقع تو زندگی جدید رو شروع میکنی. این ایمان ولی جزو اساسنامه کلیسای ماست. خب این چیزاست یه ذره فرق داره، وگرنه همه مسیحیان خدا پدر پسر رو یه جور قبول دارن. این ایون انجلیکا ما هستیم. ما ایونجلیکال هستیم، البته جزو پرچم بپتیستا فعالیت میکنیم. کلیساها مثلا یه سری کلیساها دور هم جمع میشن و یک رهبریتی انتخاب میکنن در تمام دنیا، پولا رو میدن اونا تقسیم بندی میکنن بین کلیساها، یا مثلا یه جای کشیشی لازمه میفرستن که کشیشا ترینینگ در دنیا. آره و این مهمه توی این. مثلا بپتیستا الان اینترنشنال بپتیست دارن که تو عراق یکیشونه. این دفعه من رفته بودم اونجا، داریم یه پسر ایرانی رو داریم رشد میدیم که رفتم دیدمش، پسر خیلی خوبیه و داره بین ایرانی‌ها اونجا داره بشارت میده و قرار من و یونا با اون کلاس ها بذاریم که یواش یواش اونا رو هم تقویت کنیم و من و یونا دوباره قراره یه مسافرتی بریم برای اون کلیسا.
دخترای ایرانی بسیاری داریم که دارن اونجا خودفروشی میکنن و میخوایم بریم کمکشون کنیم و اینا رو یواش یواش بیاریم به سوی مسیحیت. ما نمیتونیم بیاریم ولی میتونیم دستشون رو تو دست مسیح بذاریم، دیگه بقیه کار خداست. متودیستا هم جز به همین جنبش اصلی هستن. متودیستا هم یه ذره فرق میکنن با مثلا بپتیستا و میگم اینا فقط رسم و رسومات کوچیک دارن. یا یه مثلا کلیسای سنوزه، کلیسای ایرانی سنوزه، کلیسای چیزه Assembly of God بهش میگن. برای با اینجا فرق داره؟ با اینجا فرق داره. نه. آره. ولی همه چیزشون با هم یکیه به غیر از زبان ها. اونا زبان ها رو قبول داشتن و الان نمیدونم کجا واسطادیم، ولی منظورم چیزای خیلی کوچیکه که با هم دیگه فرق دارن، وگرنه زیاد. مثلا وقتی که ما رفتیم زیر پرچم بپتیست، این کلیسا 100% پشت این نورد کریک پشت ما واسطاد، گفت کلیسای سالمیه، ما نمیخوایم زیر پرچم ما باشین، برای اینکه ما الان ویژنمون، دیدمون برای آینده فرق میکنه. اگه میخوایم برین یک کلیسای دیگه زیر پرچم یک کلیسای دیگه میتونیم برین و 100% ماها رو پشتیبانی کردن. اینا خودشون نه نیست. خیلی فرقا کوچیکه، مثلا سنی و شیعه نیست. مثلا توی اسلام ببین هر ایده اختلاف نظر خود کشیش نیستش، این تغییر کوچیک کلیساها. یکی اعتقاد به زبانها دارین، اعتقاد کشیشه دیگه، و مردمی که با کشیش همراهن. یکی اعتقاد نداره. اینا اعتقادات کوچیک کشیش ها سایتین. کشیش آخه موعظ کتاب رو خونده و این رو درک کرده، اون رو داره یاد میده. دقیقاً همینو میگم. تفسیری که ازش داره متفاوت یه مقداری با و تفسیرها توی کتاب مقدس خیلی کمن ها. فکر نکن خیلی عمیقن، نه کمن، ولی خب باعث میشه که تعلیمات یه ذره فرق بکنه. مثلا یکی بود باش صحبت کردم، گفت اونقدر خوشحال بودم یه عده اومدن خونه من، قش کردن، افتادن رو زمین، روح القدس در اونا بود. گفتم واستا من این رو قبول ندارم. کجا توی کتاب مقدس نوشته شده مردم به خاطر روح القدس قش کردن افتادن؟ مسیح این کارو نکرد، مگر اینکه دیوها رو از بدن مردم یا چیزها رو می آورد بیرون. حالا بریم ببینیم هدف کلیسا اصلا چیه. تاریخش رو خوندیم، شروعش رو خوندیم، تاریخش رو خوندیم. الان ببینیم هدف کلیسا. هدف کلیسا اینه که یه سازماندهی بده به اون تعلیمات و پشتیبانی و کمک به اعضای کلیساست. کمک میکنه که محبت انجیل رو تو تمام دنیا پخش کنه و نور رو به جهانی که از نظر اخلاقی تو تاریکی هستن ببریم. خب کلیسایی که اصلاح شده، ماها کلیساهای اصلاح شده هستیم بعد از لوتر. خب دو قسمته، یک کلیسایی که قابل دیدن به چشم، یک کلیسایی که نامرئیه یا دیده نشدنیه. کلیسایی که دیده شدنیه چیه؟ این بیلدینگ ماها هستیم که به چشم دیده میشیم، نه؟ قصه تعمید شام آخر اینا دیده میشه که بر اساس نهادیه که مسیح گذاشته شده. ولی کلیسای دیده نشدنی چیه؟ قلب‌های ما، ایمان‌های ماست. یادت یه بار به من گفتی هیچ کس ایمان منو نمیتونه ببینه؟ دقیقاً اون کلیساست. وقتی ما دور هم جمع میشیم، فیزیکی فقط جمع نمیشیم، به خاطر ایمانی که دیده نشدنی کلیسا رو ما به وجود آوردیم. ماها هستیم کلیسا. اکتس، اعمال رسولان 2:42 چی میگه؟ آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردن. پس طبق این آیه هدف کلیسا بر مبنای اولین کلیسایی که ساخته شده یه جای تعلیمات اصول کتاب مقدس رو یاد بدیم که یونا میکنه، من میکنم، فراهم کردن یه جایی باشه که ماها با هم معاشرت بکنیم و مراسم ربانی رو، قصه تعمیر رو انجام بدیم و دعا بکنیم با هم دیگه. این وظیفه هدف کلیساست.
کلیسای ایدئال تو کتاب اعمال رسولان میگه که این کلیسا هم رهبریت داشت، مشارکت میکردن، خدمت میکردن، دعا میکردن، پرستش میکردن، بشارت میدادن. این 7 کار رو اون موقع انجام میدن. اگه اعمال رسولان رو بخونید، این کلیداییه که یک کلیسای سالم محلی باید انجام بده. افسوسیان 4:14 میگه آنگاه دیگر همچون کودکان نخواهیم بود تا در اثر امواج به هر سو پرتاب شویم و باد تعالیم گوناگون و مکر و حیله آدمیان در نقشه‌هایی که برای گمراهی میکشند ما را به این سو و آن سو برانند. آمین. برای همینه خیلی مهمه ما بدونیم وقتی یکی میاد میگه من مرمنم، Latter Day Christ Church کیه؟ شاگردان چی میگم بهشون؟ anyway الان یادم رفت. ها؟ جوزف سمیت. لا اون یکی anyway باید کلام رو بخونیم، باید یاد بگیریم، باید بدونیم توش چی نوشته شده که بدونیم آیا من در اصول چارچوب انجیل هستم یا نه. وقتی یونا تازه این کلیسا رو شروع کرد رهبری کردن، این اون چیزی که بود. من با تمام وجود دقت می‌کردم ببینم آیا یونا این کلیسا رو بر مبنای چارچوب انجیلی داره رشد می‌کنه یا نه، رهبریت می‌کنه یا نه. و بسیار خوشحالم و افتخار می‌کنم بهش. تعلیماتش بسیار عالیه، تجربهش خیلی زیاده و وارد در کلام و من هر چیزی که میگه 100% باهاش موافق هستم. رومیان 12:10 میگه با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید، در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. آمین. پس 4 تا چیزی که من اینجا نوشتم آیه هاش کنارش نوشته شده ولی نمیخونیمش. اگه خواستیم بعداً خودتون در بیارین. پس به یک دیگه باید تعلیم بدیم. خب با یک دیگه باید مهربون و دلسوز باشیم، همدردی کنیم، همدیگر رو تشویق کنیم. داوود بهترین تشویق کننده است، سیلوانا تشویق کننده است. از همه مهمتر همدیگر رو محبت کنیم. بنفشه میره همه رو بغل میکنه. شما رو من دیدم با چه دقتی به همه میرین سلام میدین. کلیسا باید مکانی باشه با همدیگه کلیسا رو جلو ببریم. نریم کلیسا به دید انتقاد، نریم تو کلیسا بگیم این کارو کردی، اون کارو کردی، اینو اشتباه گفتی، کشیش چرا این کارو کرد. این به دید خدا نیست، این دید مسیحیت نیست. وارد کلیسا میشی، کجا کمبود هست من اونجا کمک کنم. این اون چیزی که بود. با افتخار من اینو میگم، نه چون که شوهرمه. سال پیش وقتی اومدیم، روز اول کوروش بلافاصله رفت این بلند بوها رو آورد پایین. همون تازه اول اومدیم بلافاصله آستین و تا الان همون کارها رو میکنه، همون حرفی که زدی بدون سر و صدا تو بک‌گراند داره فعالیت میکنه. واقعا ما از شما تشکر میکنیم. خیلی اون گوشه همه کاری وظیفه ایشون. من هر دفعه میام همه اینا چیده. خب ایشون یه سالهاست اینجا کار میکنه و هممون اینجا هستیم، ولی من دم آروم بدون اینکه هر کسی تا اونجا که بتونه اسک کنه و نامحسوس این کار میکنه، چون عاشق خداونده. اینه که یعنی از ته دل میگم نیستی خیلی جات خالیه. 5 نفر باید کارت انجام بدن، آخرم شم اونجا نیست، اینا درست نیست. یعنی این یه قطعی است برای شما. ما افتخار میکنیم به شما. هفته پیش سعودی در آره. همه اولین نفر فهمیدن که شما. قهوه نبود اینجا، نمیدونستیم چه قهوه اونه بزن. اونجا شم نبود، گفتم معلومه یکی نیست، رئیس نیست. کلیسا باید مکانی پس برای معاشرت باشه. ایمانداران دور هم دیگه باشیم، با هم وقت بگذرونیم. امریکایی‌ها میگن آهن رو تیز میکنه. همدیگه رو تیز کنیم تو ایمان، وقت بذاریم، با همدیگه محبت کنیم، به همدیگه یاد بدیم، اشتباهات همدیگه رو یادآوری کنیم و روش دعا کنیم. هدف کلیسا پس مکانی باشه که ما با همدیگه بتونیم عشای ربانی رو برگزار کنیم. به یاد چی؟ به یاد مسیح و ریختن خونش. یعنی چی؟ من متوجه شدم، البته علتش اینه که ما نمیدونیم و دارم اینو الان من تعلیم میدم. وقتی شام ربانیه باید سکوت باشه. ما برمی‌داریم سلام چطوری، حالت خوبه، مرسی، تو چطوری، خوبی هستی، پچ پچ شروع میشه.
شام ربانی میگه به یاد من این را بردارین. یعنی من باید در سکوت مطلق با صدای آوازها و سرودها اگه باشه یا دعاها، من باید ببینم خودم رو تفتیش کنم. خدایا چیزی که بده از من در بیار، برای اینکه من میخوام شبیه تو باشم. تو با خون ریختنت منو نجات دادی. پدر کمکم کن ببخشم. و به خودمون فکر کنیم چرا مسیحی هستیم. خوندیم اول قرنتیان 11:23-26. اونو بخون لطفا. زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و فرمود این از بدن من برای شما، این را به یاد من به جای آورید. و همین سان پس از شام جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من، هر بار که از آن می نوشید به یاد من چنین کنید. زیرا هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید مرگ خداوند را اعلام می‌کنید تا زمانی که باز آید. آمین. اعمال رسولان 2:42. فقط میخوام اینو بگم که میخواد بگه هدف کلیسا دعا کردنه. جایی که دعا رو ترویج میدیم، دعا رو یاد میدیم. البته دعا یاد دادن فرم داره، مسیح توی کلام میگه اونو، ولی حرف زدن با خداست. تشکر کردن از خدا، خواسته هامون رو بریزیم و بگیم خدایا اون چیزی که طبق میل تو هست باشه، نه طبق اون اوردری که من میدم به تو. و در اعمال رسولان 1:8 یک مأموریت دیگه‌ای به کلیسا میده، میگه انجیل رو و نجات رو توی دنیا تبلیغ کنین. هدف کلیسا اینه که یه فانوسی باشه توی جامعه، فانوس دریایی، که مردم به طرف خدا بیان و نجات دهنده ما عیسی مسیح رو ببینن. کلیسا باید انجیل رو ترویج بده و هم اعضای خودش رو تربیت کنه برای اعلام انجیل. یه هدف توی یعقوبیه 27 یه هدف دیگه هم نوشته شده. اون چیه؟ یعقوبیه 27 دینداری پاک و بی‌لکه در نظر پدر ما خدا آن است که یتیمان و بیوه زنان را به وقت مصیبت دستگیری کنیم و خود را از آلایش این دنیا دور بداریم. کودکان و بیوه زنان این یه چیزیه که تو دنیا، نه امریکا اونقدر، ولی تو کشورهای جهان سوم خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه بیوه زنها زیاد کار ندارن، بیشترشون خانه‌دار هستن و وقتی شوهرشون میمیره جای مسئولیت داره کلیسا به اونا برسه. بعد کلیسا باید در خدمت رسانی هم فعال باشه، نه فقط اشتراک گذاشتن انجیل بلکه تأمین نیازهای فیزیکی. این هم حد و مرز داره. این کلیسا یه زمانی ماشین میداد، غذاها میداد، اتاق رو پر غذا میکرد و خیلی سوء استفاده میکردن. ما حتی داشتیم یه جوونی به ما زنگ زد، گفت من ماشین میخوام از شما، برای من ماشین، کلیسا بگه ماشین برای من بخریم. ایرانی بود؟ بله. گفتیم این کلیسا ماشین نمیده، نه شماها بدین. گفتیم شما مگه کار نمیکنی؟ آره. حقوقت چقدره؟ حقوق خوبی میگرفت. خونه داری؟ آره. پس تو نیازمند نیستی. نیازمند رو باید تعریف کرد. کیه نیازمند؟ کی کمک میخواد؟ از کلیسا باید شاگرد سازی هم بکنه. دوم تیمیتائوس 3:16-17 میگه تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. ببین اصلاح کردن، ما ایرانی‌ها خیلی زود بهمون برمیخوره. اصلاح هم کرد. ببین چی گفت؟ کشیش اومد به من گفت این کار رو اشتباه میکنی، بهمون برمیخوره، میذاریم میریم هزار یه حرفم پشت کلیسا در میاریم که اتفاق هم افتاد. ولی وظیفه کلیساست حتی اصلاح بکنه. اصلاح کردن به این نیستش که بیان تو این کارو کردی تو توبه باید بکنی، اینو هم چی نه، با محبت، با آرامش و مرحله داره اصلاح کردن. همینطوری نیست که کشیش بره زیر سر خود، کار میبره. اینا رو همه رو تو کتاب نوشته شده. پس کلیسا باید موعظه کنه، تعلیم بده، بشارت بده، مشاورت بکنه، اصلاح بکنه و دور هم جمع بشه، دعا بکنه، تمام اینا، شاگرد سازی بکنه و آخرش
متی 28 16 تا 20 رو نمیخونیم برای اینکه چندین بار خوندیمش، وقت داره تموم میشه. بهش میگم مأموریت بزرگ، که ما در اون مأموریت بزرگ سهم داریم. مسیح دستور داد، نگفت خواهش میکنم. حالا خدمت‌های کلیسا چی هستند؟ خدمت کلیسا هر عملیه که کلیسا برای اهدافش باید انجام بده یا مأموریتی که داره. خدمت میتونه موعظه باشه، داوطلبی باشه، یکی داوطلب بشه، مثلا همین صندلی‌ها رو تکون بده، نمیدونم چه کاری من انجام بدم برای کلیسا، یا رفتن به سفرهای مأموریت، یا هر قدمی که برای کلیسا برداشته میشه. پس برای این خدمت ها برای رشد کلیسا خیلی مهمه که رابطه ما رو با خدا نزدیکتر میکنه و یک کلیسای قوی میسازه، کلیسا رو رشد میده. حالا خدماتی که هست، پاستورال کیر یا مراقبت های شبانی، یعنی شبان وقتی خیلی ها مثلا یکی زنگ زده بود از یه ایالت دیگه ناراحت که من یه زمانی می اومدم کلیسای شما دیگه کشیش به من زنگ نمیزنه. چرا کشیش شما زنگ نمیزنه؟ کشیش ما فول تایم اولا کشیش نیست، کارهای کار میکنه بیرون. کشیشی که بهش پول میدی و فول تایم برای تو کار میکنه، اون مسئولیتش بیشتره تا اون انتظاری که ما از کشیش خودمون یونا داریم. 2، کشیش مسئول فقط اعضای کلیساست، نه حتی مهمونایی که میان. وقتی که یه عضو کلیسا ناراحت، مریضه، یه مشکلی داره، وظیفه نه تنها کشیش، اعضای کلیساست که با هم دیگه بریم این کارها رو انجام بدیم. تراستی، حسابدار که کوروش کلیساست. اینترسسری پریر، دعا که خواهرمون سیلوانا جلو میبره، منیژه هم گهگداری میره. خدمت راهنمایی، آشرز که اسمش چیه؟ آقای گلچینه. موسیقی یا پرستش، یونا بیچاره خودش میکنه اینو، اون خودش یه خدمتیه. گروه مردان نداریم، گروه زنان یه مدتی مونده کنار به خاطر این کلاس ها، برای اینکه یونا دیگه نمیتونست 2 تا کلاس رو جلو ببره و تصمیم گرفتیم تعلیمات سیستماتیک بدیم که پایه رو قوی بکنیم که ماها بعداً رشد کنیم توی خدمات مختلف. گروه جوانان، گروه کودکان، گروه مجردها، اینا بستگی داره به نوع کلیسا چقدر بزرگه و چقدر کوچیکه. این مسئولیت ها، خدمت ها یا رشد میکنه یا کوچیک میمونه، بستگی به تعداد اعضا داره. پس کلیسا، هدف مسئولیت اعضای کلیسا چیه؟ اعضای کلیسا افرادی هستند که به طور منظم شرکت میکنن. ممکنه مثل من غیبتاشون زیاد باشه که بعدن کشیش برمیگره یه توبیخی میکنه، میگه کارملا غیبتات زیاد شده، ولی عضو کلیسا کسیه که مرتب میاد. ممکنه 1-2 دفعه نیایی، یه ماه به خاطر یه مشکلی نتونی بیای، ولی منظم میای و بپتایش شدی، قصه تعمید گرفتی و خودت رو به عنوان عضو کلیسا میدونی. پیوسته باید دعا کنه اعضای کلیسا، جمعی زندگی کنیم، فروتنانه تسلیم بشیم. مرسی یونا، اشتباه منو گفتی، ببخشید. یا خواهرم، برادرم، حفظ و وحدت در کلیسا بسیار مهمه. سخاوتمندانه بدیم، برای اینکه این کلیسا نه تنها برای ما کمک میکنه، اگر یک کدوممون در سختی هایی باشیم که احتیاج به کمک داشته باشیم، احتیاج داره کلیسا به پول بده به کشیش، مسافرت های بکنه که مثلا همین برادرمون تو ترکیه رو کمک کنیم، یا توی ترکیه یا عراق رو کمک کنیم، به کمک به افرادی که نیازمند هستن. صادقانه خدمت کنیم و به دنبال مقدس بودن. این مهمه، مقدس باید زندگی کنیم. پس عضویت در کلیسا یعنی یک کسی که وقف میکنه خودش رو به یه گروهی که ایمان داره و تعهد میده به اون آموزش ها، اخلاقیات، اعمال و چارچوب اون کلیسا. پس این تصمیم آگاهانه است برای اهداف کلیسا. پس مهمه یک کلیسای محلی تعهد کنه که منبعی باشه برای دیگرون و پاسخگو باشیم به اون کلیسا. حالا این مهمه. کلیسا چیه؟ جمع ایمانداران، نه؟ و ما
بدن مسیح هستیم. یکی پاست، یکی قلبه، یکی مغزه، یکی دسته، یکی هر کدوممون یک هدایایی داریم تو این کلیسا که کار خدا رو جلو میبریم. وقتی که اتحاد در کلیسا وجود نداره، این بدن رو ما پاره میکنیم. کسی که میاد جزو گروه پرستش میشه، بعدن سر یه بهونه بسیار کوچیک و نادیدنی قهر میکنه، میره و حرف در میاره کلیسا، بدن مسیح رو پاره میکنه. این دستی که دستی بود اگر توی این کلیسا، این دست رو پاره میکنه. برای همین مسیح میگه کلیسا نباید انشعاب کنه و انشعابش فقط شرط و شروط داره. اول قرنتیان 12:12 میگه زیرا بدن هرچند یکی از اعضای بسیار تشکیل شده و همه اعضای بدن اگرچه بسیارند اما یک بدن را تشکیل میدهند. در مورد مسیح نیز چنین است. ما بدن مسیحیم. من اگه اشکال میبینم چجوری برم این اشکال رو حل کنم؟ راه گذاشته برای ما توی انجیل. کتاب مقدس تصویری از وحدت رو به ما نشون میده. پدر، پسر، روح القدس، تو نمیتونی این ستا رو از هم جدا کنی. جامعه‌ای که ما با هم جمع شدیم که مشکلات خودمون رو هم حل کنیم. کلیسا باید ایمانداران رو مسلح کنه با ابزارهایی که بتونه بر گناه غالب بشه، نه که گناه رو هی اجازه بدیم رشد بکنه. و این خودش از طریق آموزشه. اول متی 18:17 میگه اگر نخواست به آنان نیز گوش دهد به کلیسا بگو و اگر کلیسا را نیز نپذیرفت آنگاه او را اجنبی یا خراجگیر تلقی. یعنی کلیسا به ما انجیل به ما اجازه میده طرفی که داره گناه رو میاره توی کلیسا و داره ضرر میزنه کار خدا رو، مسئولیت داره کلیسا تصمیم بگیره آیا این فرد بمونه یا نمونه. این اجازه رو به ما میده. البته ما تا الان نکردیم این کارو. من البته یه زمانی گناهی کردم، از کشیش و از گروه خادمین خواستم منو یه مدت از خادمین کنار بذارن، من یه مدتی بشینم کنار، یاد بگیرم از اشتباهاتم. متاسفانه نه عیبی نداره کارملا، نه، تعارف نداریم با کار خدا. من باید جواب بدم، کلیسا باید جواب بده به خدا. کلیسا اول قرنتیان 1:2 به کلیسای خدا در قرنتوس که در مسیح عیسی تحقیق شده و فرا خوانده شده‌اند تا قوم مقدس خدا باشند، همراه با همه آنان که در هر جای دیگر نام خداوند ما عیسی مسیح را می‌خوانند که خداوند ما و خداوند ایشان است. ایمن. پس اتحاد در کلیسا خیلی مهمه. ناراحتی ها خواهد شد برای اینکه ما انسانیم، دل شکستگی میشه، ولی چطوری باید حلش کرد؟ اون مهمه. خب حالا یه خلاصه‌ای، پس کلیسا نشون میده گروهی از مسیحیانن، با همدیگه مرتب همدیگه رو میبینن، با همدیگه وصلن از طریق تعهدی که در بدن مسیحه. این فقط کلیسا فقط جای گرد همایی نیست، بلکه به طور منظم برای وظایف مشخصی جمع شدیم نسبت به هدایایی که به ما داده شده. اگر من یه هدیه‌ای به من داده شده، من باید اون رو برای کار خدا استفاده کنم و هر کدوم از ما یه عطیه‌ای داریم و ما فقط این کلیسا نیستیم. کلیسا یه دنیا، ما بخشی از کلیسای دنیا هستیم. وقتی من میگم شهروند دنیای خدا هستم، شهروند کره زمین هستم، من عضو کلیسای دنیا هستم. برای من فرق نمیکنه چه زبونی چه قومی هستی. خب پس 3 تا هدف: خدا رو جلال بدیم، مقدسین رو تربیت کنیم و بشارت به دنیا بدیم. آمین. آمین. آمین.